در دیگر حدیث پیامبر خدا گفتند که من لقی الله یشرک به شیئا دخل النار. کسی که الله تعالی رو روز قیامت واخورد و با الله تعالی چیزی رو در این دنیا شریک آورده باشد و از اهل دوزخ است. و من لقیه لا یشرک به شیئا دخل الجنه. و کسی که الله تعالی رو واخورد و با الله تعالی کسی رو شریک نآورده باشد و به جنت می‌رود. و حدیث ها در این موضوع ها بسیار است که به بعضی آن در جمعه ما تقدم اشاره کرده بودیم. خداپرستی و یگانه پرستی چطوری که گفتیم به سه نوع تقسیم میشه. در سه چیز الله تعالی را یگانه یک و یگانه دانسته میشه: توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یگانه پرستیدن پروردگار در ربوبیت، در پروردگاریش، در صاحب ملک بودنش، در صاحب قدرت بودنش و در کارهایش. خلاصه گوییم توحید ربوبیت یگانه اعتقاد کردن پروردگار در کارهایش، یعنی اون کارهایی که پروردگار میکنه شریک ندارد، این کارهای دیگر کس نمیتواند. دیگر توحید اسماء و صفات یگانه اعتقاد کردن پروردگار در نامهایش. الله تعالی نامها دارد، اون نامها شریک ندارد. دیگر کسی نمیشود اون گونه نام گذاریم. مثلا الله گذاشتن یگان چیز با نام الله حرام است و هیچ کس نمانده است تا اینجا و مانده هم نمیتواند. این یگانه با الله است. نامهای پروردگار معنایش هم برای خودش سزاوار و زیبنده است. مثلا بعضی انسان‌ها نام‌های گذاشته شده است که اون نام‌ها برای او ناسزا است، مانند نام شاهنشاه. شاهنشاه معناش شاهی تمام شاه‌ها. این الله تعالی هست. اینا به بعضی انسان‌ها برای فرزندانشان می‌گذاشتند. این نام برای همون فرزند ناسزا است و نمی‌زیبد، زیرا او مانند نامش نیست. بنابراین پیغمبر خدا فرمود حسبة الاسماء الحمام و الحریف. راستترین نام‌ها حراف و حمام است. حراف شدگار کننده، انسان شدگار کننده است، خواه شدگار کننده زمین باشد، خواه کشت کننده یا شدگار کننده همسرش باشد. زیرا خداوند در قرآن گفت که زنهای شما شدگارگاه‌های شما است. شما کشت میکنید برای شما فرزند تولد میکنید. این هم شدگارگاه است. و شما میشه گفت حارس، حراف، کشت کننده. این درست است برای انسان. و همون بسیار فکر و خیال کننده هست به خدا. پیامبر گفت که همین نام‌ها بسیار نام‌هایی که به انسان موافقت میکنند. یا مثلا عبدالله، بنده الله. درست حقیقت همین آدم بنده الله است. مثلا عبدالشمس نام نادرست است، بنده آفتاب معناش. یا عبدالرسول، بنده رسول، بنده پیغمبر یا پیغمبر همین آفریده باشه نادرست است. این کم برای دروغ است. باید نام‌ها به انسانیت موافقت کنند. مثلا عبدالکریم، بنده کریم، و یکی از نام‌های که پروردگار کریم است. عبدالغفار، بنده ذات مغفرت کننده گناه. نام‌های الله تعالی برای خودش زیبنده و سزنده است. قدیر است، یکی از نام‌های پروردگار قادر است. همه کار از دست او پروردگار می‌گیرد. الله تعالی جبار است، غضب کننده است، قهار است، قهر کننده است. اگر قهر پروردگار بیاید از عهده کاری که خاص میبرد. رزاق است، رزق دهنده است. حقیقت اگر امروز میلیاردر رقم یک دنیا را پولش را گرفته شود، برای تمام انسانیت‌هایی که در روی زمین یک خوراک نصف روزی داده شود، تمام میشود ممکن. در دنیا اگر 7 میلیارد انسانیت باشند، اگر همه آنها به حساب میانه جهانی $10 و اگر تمام نصف روزی دستگیر شود، اگر پول 1 میلیاردر یک تعام دادن خوراک نصف روزی که تهمیز با آخر میرسد و دیگر باید با ملکش صفر بمیرسد. این یک انسانیت یک خوراک نصف روزی دادگی شد. پروردگار عالم سلیمان علیه السلام خیلی بایترین انسان‌های روی دنیا بودند. از سلیمان دیگر بای نمی‌آید. زیرا کوچه‌ها را اسفالتشان طلایی بود، دیوارهاشان از طلا بود چندین کیلومتر. خیلی بای نیست تا این زمان و نمی‌شود. زیرا گفتم که پروردگار برای ما ملک
ملکی را عطا کن که برای دیگر کسی نداده باشه. سپس خدا جن دیوها را نیز اطاعت کننده سلیمان کرد. شمال و باران هم اطاعت کننده سلیمان کرده بود که این گونه ملک خدا به هیچ کس نداده بود غیر سلیمان. با وجود همین وقتی که سلیمان رگ راست پرسیدن که پروردگارا برای من یک از امکانیت که من مخلوق‌های تو رزق بدم، اینقدر صاحب ملک شدم، برای من یک از امکانیت فرصت که امروز تو رزق بده بود من رزق بدم. الله تعالی گفت که فقط اون ماهی‌هایی که در دریا هست، در اقیانوس‌ها هست، همون‌ها اقل رزق شده. ماهی‌ها هم دهانشون به آسمان شده می‌زدن از گرسنگی. نرسید مال و ملک سلیمان برای رزق دادن آن حیوانات و آن شنا کننده جانورایی که در داخل آب هستند. الله تعالی رزق بندگان را به ذمه گرفت و نامش رزاق است، رزق دهنده مخلوقات است. این برای سزنده است. ببینید در نامهایش یگانه است، نامش موافق خودش است، جل جلاله و تقدس اسماء. همین گونه در نامهایش او یگانه است و در صفتهایش هم او یگانه است. صفتهای پروردگار یگان کس به صفت پروردگار شرکت ندارد، شریکی ندارد. مثلا صفت بینایی را بگیرید. الله تعالی بینا هست، ما نیز بینا هستیم، لیکن بینایی ما در اندازه معین است. یک مقام معین را میبینیم، قفای دیوار رو نمیبینیم، بالای بام رو نمیبینیم، آن کارهایی که در بیرون مسجد شده است ما نمیبینیم، نمیدونیم. الله تعالی تمام دنیا، تمام زمین و آسمان، 7 قبر آسمان و 7 قبر زمین، قعر اقیانوس، یونس علیه السلام از کجا دعا کرد؟ در نصف شب، در تاریکی شب، در شکل ماهی که فرو برده بود، در قعر اقیانوس که چندین کیلومترها شبانه ماهی به پایان رفته بود. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غیر تو دیگر خدایی بر حق نیست، من از جمله ظالم‌ها شدم. پروردگارا الله تعالی شنید. یک زن به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در بدایت امر اسلام، گفت یا رسول الله همسر شوهر من مرا زهار کرد. زهار این طلاق جاهلیت بود. اگر مرد با همسرش اگر جدا شدنی شود میگفت که انت علیک والدتی، تو به من مثل مادرم هستی، یا مثل دخترم هستی، یا مثل خواهرم هستی. میگفت یعنی معنیش چطوری که من با مادر خودم نکاح کردن نمیتونم و خفت و خواب کردن نمیتونم، با تو هم همین است. یعنی این معنی طلاق داشت در زمان جاهلیت و همین با واسطه همین کلمه طلاق میفرامد پیش از آمدن اسلام. و دین اسلام که یک بار نفر آمد روز به روز هر روز می آمد، این زنک آمده گفت که یا رسول الله من اینقدر همراه شوهرم زندگی کردم، امروز پیرانسال شدم، چقدر فرزندها دارم، امروز حکومت با کسی در کار نیست، من زهار کرد، تو مانند مادرم هستی. گفت چی شد؟ برای ما یکم فتوا هست. پیغمبر خدا گفت که ما الا قد حرمت علی زوجک، من همین میدونم که تو به شوهرت حرام شدی. چون که پیغمبر خدا با آن عادتهایی که در زمان جاهلیت بود حکم میکردن تا موقعی که الله تعالی تغییر ندهد. سپس گفت که یا رسول الله من اینقدر همراهی زندگی کردم، اینقدر سالها خدمت کردم، الان اینقدر فرزندهای زیبا دارم، اکنون من امروز پیرکی شدم، من خانه در ندارم، من به کی شکایت کنم؟ همین زمان حضرت عایشه رضی الله عنها به در نزدیک شده با گوش میکرد این زنی بیگانه اومده به شوهر من چی میگفته باشد. رشک زنها معلوم است که این زن به پیغمبر چی گفته باشد. گفته گوش میکردن میگفت لیکن نمیشنیدم، آواز اونها نمیآمد، آواز میآمد فهمیده نمیشد. پیغمبر خدا گفت که به کی شکایت کنم یا رسول الله؟ اگر با پیغمبر خدا شکایت کنم شکایتی من فایده ندهد، دیگر به کی شکایت کنم؟ رسول الله تعالی شکایت کنم. سپس زنان گفت که یا الله، گفت سخنش تکرار کرد، من گفتم این قصال همراه شوهرم زندگی کردم، امروز برای من زهار کرد، برای من جواب داد،
من چیکار کنم؟ با کی شکایت کنم؟ به تو شکایت میکنم. وقتی که شکایت کرد الله تعالی اولین آیه سوره مجادله رو نازل کرد. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. در حقیقت شنوید الله تعالی سخن زنی که همراهی تو گفتگو میکرد، شکایت آن زن را شنوید. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. در حقیقت شنید الله تعالی سخن آن زنی را که همراهی تو مجادله میکرد، مناقشه میکرد، شوهرش را برای تو شکایت میکرد. تشتکی الی الله، با الله تعالی شکایت کرد. والله یسمع تحاورکما، الله تعالی شنوید گفتگوی شما را. وقتی که این آیت نازل شد حضرت عایشه مادر مومنان گفتند که سبحان الذي وسع سمعه الاصوات، پاک است از تمام عیب و کمبودی و نقصان آن پروردگاری که شنواییش تمام دنیا را فرا گرفته است. من در قفای در بودم، با تمام وجودم گوش میکردم که این زن به شوهر من چی میگفته باشد، نشنیدم، لیکن الله تعالی شنیده همزمان جواب داد. این گونه از صفت پروردگار. الله تعالی در صفتهاش هم یگانه است. ما هم شنوا هستیم، خدا هم شنوا هست، لیکن این شنوایی و آن شنوایی فرق مخلوق و فرق خالق است. یعنی الله تعالی در نامهاش چقدر که مثال آوردیم یگانه است، در صفتهاش هم یگانه است، در کارهاش یگانه است. سیومی توحید الوهیه. انا اکنون در عبادت هم یگانه است. باید عبادت هم یک پروردگار عبادت کرده شود. گاه عبادت کرده نشود. مثلا در هندوستان بسیار عدد زیاد مردم هستند که گاو عبادت میکنند، بنابراین گاو نمیکشند تا خودش وفات نکند، نمیکشند چون به خدا اعتقاد میکنند. حتی میگن که مادرم دیده برای من اولا است، یا مادرم 2 سال شیر میتید، این کی خواهم شیر میتید تا پیران سالی میفته. همین خیلی اعتقادی باطل گفته گاو خدا میکنه. 3000 نمود زیاده خدا است در هندوستان. خطای ببینید اینقدر خداوند برای ما عقل‌های دنیوی داده است که هر یک جهازهای اختراع کرده، ولی خطایی هست. لیکن روزهای استراحتشون یک سند پیشش اومده همون یادم بپرسن. عقل مسلمان ها از عقل آنها بالا است. ببینید که به همین مخلوقات اعتقاد دارند. الله تعالی و الله تعالی شریک می‌گیرند. الله تعالی در عبادت هم یگانه باید شود. توحید گفتیم توحید ربوبیت، اسماء و صفات و الوهیت. الله تعالی در کارهایش یگانه است و در نام‌های و صفات‌هایش یگانه است و در عبادت هم یگانه است. امروز درباره توحید ربوبیت سخن آغاز می‌کنیم. در کارهایش خداوند یگانه است. اشاره کرده بودیم در صحبت گذشته و بعض کارهای پروردگار که الله تعالی خود مخلوقات را آفرید. به مصلحت کسی، به یاردن کسی، به تعاون کسی. الله تعالی خودش یکه و یگانه با علم خودش آب را، عرش را، آسمان‌های و زمین‌ها را، جنت و دوزخ را، انسان را آفرید. الله تعالی در قرآن کریم یک چند مخلوقات را ذکر کرده است و در موضوع آنها برای ما سخن کرده است که من این گونه مخلوقات را آفریدم می‌کنم. مثلا خداوند عزوجل در سوره مومنون آیه 12 الله سبحانه و تعالی از خلق انسانیت ما را خاطر رسان می‌کند. الله تعالی میگه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من ماء من طین. ما اصل انسانیت را، پدر آدمیزاد را از خاک آفریدیم. از تمام رویهای خاک گرفت الله تعالی انسان را آفرید و باقی مانده فرزندان آدم را الله تعالی از آب آفرید. ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین. ثانی باقی مانده فرزندان آدم را ما از نطفه آفریدیم. نطفه آبی است که از صلب صلب مرد و ترائق زن جدا می شود و آمده فی قرار مکین در رحم مادران جایگیر می شود. باقی مانده انسانیت را ما از همون یک قطره آب آفریدیم. خداوند سپس چی گفت؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. ثانی ما نطفه را مبدل به علقه گردانیدیم. علقه
خونی شخ، خونی مائع نه، خونی شخ شده و علقه مبدل گردانیم. بعد 40 روزی که نطفه قرار گرفت 40 روز ما او را مبدل به علقه گردانیم. فخلقنا العلقة مضغة، سپس علقه را یعنی خونپاره را مبدل به مضغه گردانیم، گوشت پاره گردانیم. ثم خلقنا المضغة عظاما، ثانی گوشت پاره را مبدل به استخوان چند گردانیم. برای انسان اصلی مبنا و بنای استخوان انسانیت را استخوان گردانیدیم. فکسونا العظام لحما، ثانی به بالای استخوان او گوشت رو پوست پوشانیدیم. سپس چی شد؟ ثم انشأناه خلقا آخر، ثانی ناگاه یک دیگر مخلوق به مبدل گشت. اصلا وی خاک بود، ثانی ما از همون خاک آدم آفریدیم و از وی آب آفریدیم. از همون یک قطره آب 40 روز آب ایستاد و 40 روز دیگر خون شد و 40 روز دیگر گوشت پاره شد و ثانی استخوان دادیم، ثانی به بالای استخوان با گوشت و استخوان پوست پوشانیدیم. ناگاه دیگر چیز رو مبدل یافت، دیگر خیلی شکل گرفت. ثانی خودش به ثنا فرستادیم. فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک است آن پروردگاری که بهترین آفریدگار است، بهترین سازنده است، بهترین پروردگار است. خودش به الله تعالی ثنا فرستاد. سپس گفت که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثانی شما بعد این از این دنیا وفات میکنید. بعد اینکه در صورت زیبا آفرید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. بعد اینکه زیبا گردانید الله تعالی مردم را به دنیا آفرید، زندگی کردن. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثانی بعد این شما وفات میکنید. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، ثانی شما روز قیامت بازگشته از قبرهایتان زنده کرده میشوید. ولقد، ثانی با دیگر مخلوقاتش را گذشت. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلین، در حقیقت ما به بالای شما 7 قبر آسمان را آفریدیم. 7 قبر آسمان را بر بالای شما آفریدیم و ما از دیگر مخلوقات هم و از آن مخلوقاتی که در پایان آسمان هستند و در بین آسمان هستند غافل نیستیم. مقصد بین هر یک آسمان 500 سالینه راه است. پیامبر خدا گفتند که بین زمین و آسمان چقدر است؟ صحابه گفتند نمیدانیم، گفتند 500 سالینه راه است. قوه برق در یک ثانیه زمین را، کره زمین را 6 مراتب دور میزند. اگر اینجا در گیرامنده قوه برق باشد، در اینجا یعنی یک چراغ باشد، اگر سیم آن در گرد زمین 7 مراتب 6 مراتب اگر دور زده باشد، همون زمان در میگیرد. قوه برق همین خیلی تیزترین قوه‌ای که در دنیا شناخته شده است قوه برق است. 700-500 سالینه راه است بین زمین و آسمان. هیچ کس به آسمان نرسیده است، به آفتاب نرسیده است. آسمان اون طرف است، آسمان بالاتری از آفتاب است، نرسیده. اگر کسی به نزد آفتاب نزدیک شد، آفتاب او رو می‌سوزاند. بعضی مفسرین میگویند که در تفسیر سوره یاسین خدا وقتی که للشمس ینبغی لها، به آفتاب درست نیست که از گفتی پروردگار بیرون براید و به زمین هم نادرست است که از گفتی پروردگار بیرون براید. در ذیل همین آیت بعضی مفسرین کرام میگویند که آفتاب اگر مقدار 1 موی نزدیک به زمین شود، زمین و تمام اون چیزی که در زمین است می‌سوزاند. اگر زمین از آفتاب 1 مقدار موی دور شود، آن چیزی که در زمین است یخ می‌کند، از خنک آفتاب میشه. همه اینها خدا میگوید از گفتی ما نمیبراید، با امر ما در روی زمین جریان دارد، در دنیا جریان دارد.